من امروزی که با شما صحبت میکنم 10 سال از شروع نیمه دومم گذشته. من خدا این لطفو داشت به من نیمه دوم اجازه بازی رو داد. من سال اولی که تمام شد یادمه 50 تا کار تمام شده داشتم پایان سال اول. هر سالی، هر جلسه‌ای، هر اتفاقی میفته من پایانش کارو تمام میکنم. هیچ برنامه بازی من نمیذارم. به بلند مدت فکر میکنم ولی پایان روز باید کار تمام بشه. من قبلا هم می جنگیدم ولی این بار جنگیدن من 1 روزه بود. پایان روز من باید کار رو تمام می کردم. بنابراین آقای اسراری دیدن، عزیزانی که توفیق همکاری باشون داشتم دیدن کار که شروع میشه باید تمام بشه و خیلی دوست داشتم این رو برای شما تعریف بکنم در عنوان زندگی در مه. شهید چمران توی یکی از دست‌نوشته‌هاش میگه، در پایان عمر مینویسه، میگه که من هرچه زندگی پیشتر رفت فهمیدم که ذره‌ای در دنیا بیش نیستم. قبلا فکر میکردم کن فیکون میتونیم بکنیم، دیدم هیچ خبری نیست و هیچ اتفاقی نمیفته. من هم بر این باورم، هیچ اتفاق بزرگی، هیچ بیگ بنگی قرار نیست اتفاق بیفته. ما مجموعه ای از جنگ‌های 1 روزه ایم. یک شخصی به ویلدورانت مراجعه میکنه، میگه که من میخوام خودکشی کنم، هیچ انگیزه دیگه تو دنیا ندارم، یه جمله به من بگو که خودکشی نکنم. ویلدورانت میگه که گفتم برو فردا بیا من یه فکری بکنم بهت بگم. میگه که من این رو تبدیلش کردم به یه سوال که از 50 تا 60 تا بزرگان دنیا این سوالو بپرسم. گفتم حالا تو چند روزم صبر بکن، من به 50 تا 100 تا از بزرگان دنیا نامه می نویسم، از گاندی گرفته تا بقیه. میگم شما برای چی زنده اید؟ معنای شما در زندگی چیه که شما رو زنده نگه میداره؟ و مجموعه اینها رو تبدیل به یک کتاب میکنه و پاسخهای اونها رو میاره. یکی یکی هر فصل پاسخ هر کدوم از این بزرگان رو میاره. یکی از این فصول برای بازرگانه. میگه راستیتش من هیچ معنایی در زندگیم وجود نداره، من از اینکه یه کار رو میکنم انجام میشه، اتفاق میفته، محقق میشه، کیف میکنم. ویلدورانت در مورد، تا اونجا که من حضور ذهن دارم، در مورد هیچ کدوم از اون نظرها اظهار نظری نمیکنه، ولی به این که میرسه انقدر این نظر مزخرفه، میگه من هیچ جوابی بدتر از این نشنیدم. من که داشتم این کتاب رو میخوندم هیچ جوابی برای من بهتر از این نبود. یعنی من از نگاه ویلدورانت مزخرفترین معنای زندگی رو دارم، ولی من بهش دلخوشم. میشه معنای بزرگی قائل بود و کارهای بزرگی کرد، میشه معنای بزرگی قائل بود و کارهای کوچکی کرد، میشه معنای کوچکی بود و کارهای کوچکی انجام داد، میشه معنای کوچکی قائل بود و کارهای بزرگی کرد. من قاچاقی زنده‌ام و سعی کردم قاچاقچی خوبی باشه، تو 1 روز هام کارم رو تمام بکنم، چه معنا داشته باشد چه معنا نداشته باشد. ولی الان که 10 سال از اون روزگار میگذره و 10 تا 50 تا کار تمام شده دارم، هر روز میگم من آمادم، من آماده پایان نیمه دومم، اگر صلاح میدونی من آمادم. همیشه هم به خودم این رو میگم امشب بهتر از فردا صبح، یعنی ساعت اگر دست خودم باشه خاموش میکنم. من لطفی رو تو زندگیم داشتم که مثلا در آکادمی هوش مالی که ازش صحبتی کردیم، شروع کردیم کتاب‌های سواد مالی رو منتشر کردن. 160 عنوان کتاب منتشر شده.
در 600,000 نسخه و الان هر سال در مدارس مختلف اینها آموزش داده میشه، بچه ها میخونن. من میگم در ثواب یکی از اینها من شریک باشم برای نیمه دومم کافیه. در دانشگاه تهران داره سواد مالی آموزش داده میشه و الان 12,000 نفر تا حالا این درس رو گذروندن. میگم متشکرم. یه فلسفه تو زندگیم داشتم، دوست داشتم نخود آشهای مختلف باشم. یه نخود، من برنامه ریز استراتژی که دنیا رو تغییر میدم به اینجا رسیدم یه نخود باشم و بیش از نخود هم نه میتونم باشم و نه میخواهم باشم، یه نخود باشم. تو هر کار خیری داره اتفاق میفته من یک بازی کوچیک دوست دارم انجام بدم و یه سهم کوچیک داشته باشم. عرض پایانی. این دوره 12 هفته است؟ نه، یه روز. یه جوری بجنگید، یه جوری تلاش بکنید که تا به حال تو زندگی این کار رو نکردید. من خیلی فوتبال رو دوست داشتم، خیلی دویدن رو دوست داشتم. یه تعبیری به کار میبرم، میگم وقتی آدم خیلی میدوه دیگه دیدید گلوش شروع میکنه سوختن، حالا تعبیر میگن خون رو تو گلوش حس میکنه. من میگم پایان روز خون رو تو گلوتون حس کنید. من خیلی روزا وقتی خونه میرم از شدت کار کردن سرگیجه دارم، یعنی دیگه اینجوری میرم. بعد به خدا میگم خدایا نیمه دومه خوبه، من رمق امروز کشیدم، یه روز دیگه هم زندگی باشم رمقشو میکشم. 12 هفته اگر اینجا بجنگید، یه ایده رو اجرایی کنید، یه ایده رو به یه ثمری برسونید، بعد مچالش کنید، بندازیدش اونور، بردید. ادامش بدید، بردید. یک نکته فقط داره، رمقشو کشیدید. من 17-18 سال دانشگاه دارم درس میدم. هر ترم تو چشمای این کسایی که نشستن نگاه میکنم ببینم یک کسی هست تو چشماش برق زندگی، برق جنگیدن وجود داشته باشه. تو چشمای همدیگه نگاه کنید، تو آینه نگاه کنید، ببینید که رمق جنگیدن دارید یا ندارید. اگر دارید اینو اثباتش بکنید و اگر ندارید همین الان ترمز دستی رو بکشید برید بیرون. وقتتون رو برای بازی باخته نذارید. من از استراتژی این رو یاد گرفتم، بازی باخته رو شروع نکنید. قبل از ورود ببینید این بازی میبره یا میبازه. اگر فکر میکنید میبره بازم ممکنه ببازه ها، ولی اون موقع جنگنده یه کاری رو انجام میدید. امیدوارم جنگنده ترین روزهای زندگیتون در نیمه دوم زندگیتون شروع شده باشه و به همه آدم‌های اطرافتون نشون بدید که یه آدم جدیدید. از اینکه 30 نفر 40 نفر اینجا جمع شدید، یه سیمرغیه، یه چهله است که دارید به خودتون نشون میدید و به خودتون کمک میکنید. خوشحالم، تنها نیستید. خودتون تشویق کنید.